عشقای داداش سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش اومدین به چنل ریزواتی. امروز قراره که بهتون یاد بدم برای همیشه از مشکل پینگ بالا، ریجستر خیلی داغون و همینطور مشکل باگ و باز نبودن چت برای ورود به گیم، حالا چت جهانی، هر چیزی. ببینید بچه‌ها، این برنامه واقعا فوق‌العاده است. اسمش اینتراست این برنامه، ولی یه نکته داره که باید تا آخر ویدیو بمونین. حالا آخرش هم داره بهتون میگم چی به چیه. فقط لطفاً بچه‌ها، چنل رو تازه زدیم و اینا، لطفاً ازتون خواهش میکنم که دکمه سابسکرایب رو بزنید و مطمئن باشید این ویدیو برای شما کار میکنه. اگه کار نکرد بیاین آنساب کنید، آنفالو کنید، لایک هم بزنید، یه کامنت مشتی هم بذارین تا از این آموزشو بیشتر براتون بذارم. ببین بچه‌ها، خیلی ساده است. شما باید برنامه فروشگاه همون گوگل پلی یا همون اپ استور رو باز کنید و برین از داخلش برنامه اینترا رو سرچ کنید و دانلودش کنید. خیلی ساده است، رایگان هم است. ببینید وارد برنامه میشید. بعد از اینکه وارد شدین، خب شما باید اینجا چیکار کنید؟ اینو اگه توی حالت عادی بزنید برای شما اصلا وصل نمیشه. خب چرا؟ الان برای من وصل، ولی برای شما وصل نمیشه. چرا؟ نگاه کنید. به خاطر اینکه شما اولین مرحله باید روی سه نقطه بالا، همون سه خط بالا بزنید و اینجا روی گزینه ستینگ یا همون تنظیمات یه دونه بزنید. حالا شما باید بزنید روی چی؟ Select DNS Over. خب بعد اینکه بزنید روی این گزینه، برای شما اینطوری اینجا ننوشته کلودفلر 111 DNS. خب شما باید بزنید روی این و اینجا این گزینه رو انتخاب کنید، همین کلودفلر 111 رو انتخاب کنید. بعد از اینکه اینو انتخاب کردین، پایین روی گزینه اکسپت میزنید و حالا فقط کافیه فلش بالا رو یه دونه روش بزنید و حالا اینجا دکمه این DNS رو روشن کنید. منتظر میمونید تا این پایین که اینجا صافه، مثل اینجا یه علامت ضربان بیاد تا وصل بشه و به ما نشون بده که این برنامه وصل شده. بله نگاه کنید، الان علامت ضربان اومد و اینجا هم نوشته پروتکتد. خب یعنی که وصل شده. حالا فقط کافیه که برنامه رو نبندین، بیاین بیرون و وارد کال آف دیوتی بشین. پابجی، کال آف هر چیزی، ولی خب ما کال آف پلی میدیم دیگه. وارد کال آف دیوتی میشین و صبر میکنین. نگاه کنید اصلا هیچ ویتینگی برامون نمیخوره و ما رو از بازی تایم مود نمیزنه و نمیندازه بیرون. نگاه کنید این هم صفحه لاگین از اینجا خیلی ساده رد میشه، به همین سادگی که دارین میبینید. یکم صبر میکنیم و ببینید بازی برامون خیلی ساده بالا میاد. بله من مایک رو ببندم که بتونم صحبت کنم و صدام برای شما بیاد. خب نگاه کنید بچه‌ها، خیلی ساده. حالا کار چیه؟ این مایک ماه که من باز بکنم باگی میخورم حالا، ولی باز میکنم. این مایک اوکی، مایک میاد رواله. حالا میریم این از چت ما، بزنید ایونت رو ببندم. خیلی خوب، این از چت ما، این از چت جهانی که میبینید بازه. میتونید اینجا تایپ کنید یا هر چیزی، نمیدونم، همه چی بازه. دستم خود چرا به این نگاه کنید، همه چی بازه. اوکی، همه کار میتونید بکنید. این از بتل رویال ما. یه مچ من براتون استارت میکنم، فقط ببینید. اصلا ببین، واقعا بدون هیچ تایموتی، بدون هیچ چی میگن مشکلی، کاملا رایگان. پینگو ببینید شما، فقط پینگو ببینید. این پینگ ماه، پینگو میتونید ببینید. این پینگ خفن. خب بدون دیلی اینجا ببینم، بدون دیلی. اوکی، این از این. خب تا اینجا اوکی. حالا مچ بدیم زیاد طول میکشه. این از این. حالا ما لفت میدیم بریم توی مچ تمرینی، همون مپ تمرینی هم بهتون نشون بدم بدون هیچ مشکلی. نکنین اینم مچ تمرینی پرایوت رنج. برید و الان شما فقط ریجستر رو ببینین، پشماتون بریزه. نکنین باتت کنم یه دونه ببینید. شما ریجستر رو ببینین، پشماتون میریزه. نکنین این ریجستره. نمیدونم دیگه واقعا چی میخواین شما. خود کاملا رایگان با همه سیمکارت اوکی. بچه‌ها لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب چنل یادتون نره. واقعا دوستتون دارم. هر مشکلی داشته باشین زیر این پست، زیر همین ویدیو، داخل کامنت ها بنویسین، به تک تکشون جواب میدم و مشکلتون رو حل میکنم. اگر هم سوالی دارین بنویسین. اگر هم مشکل خیلی طولانی داشته باشه ویدیو جداگانه براش میسازم. عاشقتونم. فعلا.